صبر کن تو هنوز نیا. ای موبین خیلی عجله داره. امروز خب این خودی خب ما نمیبریم. ما همه دخترها قراره بریم بچه خورد چیم. زود بگو زارا جان دستم شکست. 7 8 9 10 تا زبان بلد هستم. اگه بتونی میرسم. نه ببینیم اونا کجا پوشن میریم یک جنگ برام اندازیم. خدافظ. صحنه خطرناک شروع شد. اومد. داریم میریم هوا. این خبره. وای. وای. سلام به کل ملت. امیدوارم همه شما خوب باشیم هر جایی که هستین. از هر جایی که شماره مقبول رو میبینین چنل ما رو سابسکرایب هم بکنیم، بل آیکن رو هم بزنیم که من خوش شم و برای شما ولاگ هم بگیرم. اگه نکنید دیگه خود شما دیگه برای شما ولاگ نمیگیرم. صبر کن تو هنوز نیا. ای موبین خیلی عجله داره. چوب امروز خب این خودی خب ما نمیبریم. ما همه دخترها قراره بریم بچه خورد چیم دیگه نمیفهم کجا بریم. ولاگ تا آخر ببینیم. موبین خودی خود نمیبریم. خیلی گپ میزنه اعصاب من خراب کرده. گفتم امروز خود خوب بکشیم تو رو نمیبرم کدام گفتم یا دوره گفتنی که شواره خوشگل ببینیم غیر از خود و دیگه هیچ کس نیست برای خود برای از خوشگل بگه و خاطر از این خود و مجبور میشه خود خوشگل بگه. یک دو دیگه برادر امروز بین آزاد گذاشتم آزادم نداره همین رای میکنه خود از اینا که اینو باز اقدام اختلاف چیز نشم باردیگار دارم خود خودم امروز من جای کار داشتم بفهمیدم یک دیگه اینا رو گفتم دم که اینا خودم ولاگ جور کردن میرم چیز میشم با عذاب میشم. من میگم ولاگ بگی امروز خواست بیرون کلا من با عذاب کنم. گفتم امروز ولاگ ریت که تو میگیری شراره گپ گفت اگه شو بگفت اگه خوش شما نامد خیر مشکل نداره تحمل بکن. تو نباشی خیلی هم فکر من راحت میباشه. بیرون دیگه از اتاق خودم یک گپ جالب دیگه اتاق میگم ولاگر به اتاق خود استارت نکرد به خاطر از اینکه اگر اتاق از این ببینی یعنی با افغانستان شما اینتریور زیاد دیدین درسته هم چیز به هر جا پرته انموت چیز داخل اتاق از اینا یعنی بگم برو دیگه برای شما راریم با پا شما گلاس میخلا شکسته یا میو پرته بردم فعلا برو دیگه برای شما زارا جان نشون میدیم یک سخنای خوشگل از زارا جان. سلام همگی. امروز ولاگ دخترانه دیگه هر چی میگین بگید. زود بگو زارا جان دستم شکست. ایش دیگه خدافظ. خب برای شما ادا جان رو نشون میدیم. ادا بیامده وقت اینجا بشیشته. صحیح بگو که امروز چه کاره؟ خب دوستان عزیز امروز میریم ما دخترا امرای رامین جان جگر خود میریم پارک. نه چوبش اسمی رو نگو هنو معلوم نیه کجا. خب دوستان هم ما آماده شدیم داریم میریم بیرون. موترمون بیامد موبینه گفته موتر بخواید چون امروز اون نوکر تیار کردیم. روز میگم اصلا موتر نخواستم خود نخواستم رو در من کجا خالشتم میرم جای کار دارم. به کل ملت سلام. خود چیزا موشکا را نمیرم موشکا. عدوسک چی میگه بزنش. میدارم ندارت همیش موشک اونه که با محتاب میره نمیشناسی موشکا یعنی موشک دم که نمیره با محتاب. زیاد گپ نزن. خدافظ دوستا ما میریم خدافظ. برین از اون طرف بیاین یک مدل و را برین یک شما از طرف یک از طرف ادم وسط. رامین تو نرو رامین تو چی داری تو بادیگارد واسطی. خیلی خوشگل سر تا پالشون تو میرم عالی. برو نالتی برو بیا برو عروس خانوم وارد میشه. رامین از زیباییت باید بیشتر بشون میدم. رسیدیم پایین گفتم از هر جایی براتون ویدیو بگیرم دوستای عزیز. نصف براتون کابلی میگم نصف هراتی نصف انگلیسی یعنی میدونین که من خیلی زبانا رو بلد هستم. 7 8 9 10 تا زبان بلد هستم. آبروم رفت خدافظ. هلو اگه بتونی میرسم. تو نمایی بخواه. خب دوستا قسمه که میبینین ما برسیدیم به پارک طفلانه دیگه. الان خودی ما باشین که خدافظ. سلام دوستا هم گوسفندا بیامدن چکر زدن. ما اصلا میخواستم هم تو بگیریم ما رو بریم دسترش فقط ساوند بندازن. ایدو عزیز جای رامین قطع کن و به سر این که ما واک میکنیم ساوند بنداز خلاص. اصلا هم قطع نکو بگذاری 4 تا گوسفند که هستم اینا بیا. ای دو تا گوسفند راستی شراب مایل سر. آنو گاو مردم خونه رو ببینن. به تو مربوط نمیشه رامین چو باش. به تو هیچ مربوط نیست. ساعت تا نمیدونم ولی باید یک نگاهی به خودم بندازم. سلام رامین خب فقط دشمن من. پس میگه ببینین این شراره جانه
فکر میکنه خوشگل شدم اگر خوشگل نیست. بچه رفتم دیگه عزیزم. بای بای. ما رسیدیم داخل، تیکت هم گرفتیم. الان از تیکت یعنی باش که برای شما هیرتی بگم میره لبز و میره به هر طرف. قسمی که برای شما گفته بودم که شرار جان هر لبز بلد از او خاطر میره بده. خب برای شما گفتم که تیکت رو بگرفتیم بیامدیم داخل. از تیکت های گرفتیم که یعنی میتونیم به همه چی سواشیم، به همه چی بالاشیم دیگه. به غیر رمیره جا مبینه گرفتن نمیتونی. 50 سالم که ولاگر بشی. خب ببین چی یک سر گپ میزنه. خب دوستان ما بیامدیم اینجا. خب ایت شد دارم آروم گپ میزنم. ببین من میگم جا تو باور کن خالی دیوانه شدم. سکا دیوانه شدم. میخواد دختر آمدیم امروز. نمی اومدی تو بادیگارد به خود خواه آوردیم. مار که از- بازور آوردن. از دخترها محافظت کنی. خاطر کاسب جون از نداست. تو رو از گازا میندازم امروز. خدافظ. اول از همه خب بریم یک چیزی بخوریم که ما بدون خوردن نمیتونیم زنده بانیم. ما دخترها دیگه اونا رو میبینین. خدافظ. امروز کس یاد از خورتککی کردیم. بچه خورد که بودیم میامدیم. دختر خورد بودیم. من بچه نبودم. من دختر بودم. بچه بودی خود که بودم. خود بودم بچه بودم حال کلام شدم دیگه. آمدیم به هر چی بشیریم یاد از چی کنیم؟ کوچولویی کنیم. کوچولویی ما. هی ما گپ زدن یاد ندارم دوستا. چیکار کنم؟ به جایی که بگی خداحافظ بگو دوستان اگه خوش شما بیان سابسکرایب کنید. خدافظ. حالا ما میتونیم بسته همیشه بازی ما میتونیم بشینیم به خاطر همین تیکت. آفرین. خدافظ. اما به شما دروغ گفتم ما تیکت گرفتیم. نمیفهمیدم چی بگویم. دیگه گفتم ما تیکت گرفتیم. ولی نگرفته بودیم. حالا گرفتیم تیکت گرفتیم. سردار نیلوفر گازکاوی سابسکرایب. رپ دارم گپ دارم 100 تا رپ دارم 40 تا گپ ندادم. دروازه اوپن کرینگی. من با کدامش بشینم؟ باش که کیف و کفشو بطلعه بذارم اینجا. همه ای گذاشتن برم بالا. کم مانده بود بفتم دیگه. هیچ کس نیست که ولاگ بگیره دیگه. مجبورم خودم بگیرم. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. این بود از الان بلنگ شلنگ خلاص شد. ما رو پایین میکنن. دوستا یاد ندارم ولاگ بگیرم دیگه. هرچی گفتم ببخشید با بزرگواری خود. خیلی بلد نیم ولاگ بگیرم. زهرا از همه جلوتر پایین شد. یعنی ما هم پایین شم. بزنم بالا. موهای من پخ شد به داخل عزیز. النگ شلنگ هم از ادا. این هم از ماهیله. سلام دوستای عزیز، چطور بود؟ خوش گذشت؟ بسیار عالی. ارزا کم هستن. با هم میریم. حتی با اشتگان میریم. خاطر یک هزار دادیم برو. دوست عزیز ما امروز بیامدیم چند شنبه امروز سه‌شنبه به خاطر از اینکه هیچ کی نیه به پارک. به خاطر همین بیامدیم امروز سه‌شنبه که هیچ کی نباشه به پارک. ما خوب انجوی کنیم. هیچ کس مزاحمت نکنه. همه پارک بگردیم. خدافظ. نوبت عکس گرفتن شد دخترها دیگه. فعلا هم میریم که با تیاره. باید بشینیم به ریل. به هواپیما میشینیم میریم آسمان. یکی هست هواپیمای ما هست. بشینید. من کجا بشینم؟ جای درایور بخوایم بشینم. من کجا بشینم ادا؟ من با تو میام. بشین با ادا جان. سلام دوستای عزیز، خوب هستین؟ صد خوب بخیر. آمدیم با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. با ما باشید. خدافظ. او هست درایورمون مایلا. ما اومدیم آسمان. یه همون در ریل بالا شدیم آسمان هستیم. هم مونده بود بخورم به درخت گوشی من بفته پایین. چه خوشگل. ببینید چه خوشگل مورچه. خلاص شد. خدافظ. شب میریم به این میشیریم ما. خدافظ. زهرا جان نمیشینن چون دو ویدیو بگیرن. پایینشان میکنیم از بالا. دخترشان بالا ولی ما پایینشان میکنیم جای ما هست.
پیش به سوی حمله. خب دوستان خیلی جنگ کردیم ولی موفق نشدیم. پاکستانی‌ها موفق شدن که با بالا بشینن. ما دیگه مجبور شدیم به پایین شهرشان بود اگر نه چیرشان میکردیم. ما میگم مر به اوج نشون ما سر دی او چپا کنه. دوستان میفهمین ما میخواستیم دیگه آخر پشت سر بشینیم. چه ما میخواستیم پشت سر بشینیم. خب ما از اول اومدیم گفتن جای نیست برید. حالا تا اومدیم نمیمونه بشینیم. حالا ما مجبور شیم در این مابین بشینیم. خب این مابین. مایله که دوجش شده. مایله را که میبینین اونجا شش دانا نرسم. دیگه ما میشه بودیم این بچه‌ها که بچه‌ها گاز اینجا کاسه. این نمونده بشینیم ما گرفتم سرش او چپا کردم بابانا گفتم ببخشید غلط شد. دوست خود از خوب کار کرد. آفرین بعد مدال میتم. هر چیغ میزنید. سر از این پاکستانی‌ها رو میخوریم. پشیمان شان از اینکه پایین نشدن از اونجا. نشان میدیم که ما کیزیم. بدرو. رابی چیغ بزن. دوستان خیلی خسته شدیم واقعا همه ما خسته شدیم شو شد نمیتونستیم هم ولاگ براتون بگیرم زیاد طولانی میشد از اون خاطر کم گرفتم ولی خسته شدیم خسته نوبت یک دیگه شد خدافظ رامین اونجا شیشت من کجا بشینم ما اینجا میشینیم که از بتونم صحیح ولاگ بگیرم براتون دوستای نازنین گرچه حوصله من سر رفته میخوام برم خونه میگم جا موبینه نمیتونی گرفته بگو خب چی چی بگو دوباره گفتم جا موبینه هیچ وقت گرفته نمیتونی 1000 سالم که بشه نمیتونی مبینه یک سر بکواس میکنه گپ زده میره دیگه من خیلی گپ زدم نه به خدا میکشم تو خیلی گپ زدم امیدوارم که مرد تحمل کرده تونسته باشیم تا حالی بلاگر میگیرم هر قسم که باشه دیگه خداحافظ آمدم پیش مایلا و ادا که بشینم بعد که دوستم نداری باید دوستم داشته باشی چی میگی بگو چرا دوستم نداری دور شیشتم ازت نه بیا نیستی. آره من دوست داشته بده آره. مهمم نیستی خداحافظ ما بریم دور میشیم از تو از خاطر که از پیشش دور رفته میگه برو دیگه قار هستم دیگه پیشم نشی خداحافظ دوستان این که واقعا حال داد خیلی خوشمزه بود یعنی خیلی خوب بود آی چه خوشگله اینا اشتک خودتونی برو خب ما امروز آمده بودیم که اشتک بشیم دیگه ولی این سرحال شدم با این خیلی چرخ خوردیم اصلا مزه نداد برام دیگه الان میریم یکی از چی میگم یادم میره نه هفت مچم هفت چیه بریم به او بشینیم مانده نشدی از شما بازی کردین من شیشته بودم نه این نیامد به او یکه چون دلم بد میشه میچرخن همه کلا میچرخن خدافظ اعضایشان این افت میگم افت بشینیم خیلی هم خوشمزه است من برم که پس نمانم بریم شروع بشینیم منم بیام برا رامین ویدیو رو تو میگیریم دفعه رامین ویدیو رو تو بگیر این رامین از که خود آوردیم که ویدیو بگیره ولی نگیریم دیگه دستم شل شد ادا کجاست ادا کجاست جای منه اینجایی واه رامین دوستا امروز ما دشمن پیدا کردیم همون دخترایی که با او همون چی بود اسمی او اژدرک شیشته بودن نه با کشتی امروز از اینا دشمن شدیم دیگه اینا آمدیم اینجا شیشتیم ادا به سر دستش شیشتیم بخی از اینجا جای ماست اینجا آمدیم دوستا خب ما کن ویدیو رو بوکه گفتم میدارم میرا پرابلم نیست رفتیم میگی آمدش خب محمد جای نماند ما بس میخیر برای من جای گرفت دوست خود بس اینا پایین شدن گفتن در جایی که ادا اینا بشینه ما اصلا اونجا نمیریم اونجا نمیشینیم بیرون رفتن گفتیم خب شده رفتن اینا رو ببینیم اونا کجا پشتن میریم یک جنگ برام اندازیم خدافظ صحنه خطرناک شروع شد اومد داریم میریم هوا خبره وای نه عزیزی نتونستم به شما ویدیو بگیرم خیلی خطرناک بود ترسیدم فکر کردم گوشیم میفته جنگلی تیار شدم خب دوستان ما ادا مایله میشینیم و زهرا جان نمیشینم به خاطر از اینکه میترسم ببینید کلگی برش دیسکاورای خدا داره بگی موبایلا و زهرا جان ویدیو میگیرن به این میشینیم خطرناک ترینش امی از دیگه دعا کنید که نمورم دوستای عزیز میگین اینا رفتن و من اینجا تنها ماندم جالبش کجا میرسه که اینا رو بعد از اینکه از دیسکاوری پایین شدن میبینیمشم خیلی وحشتناک است من نرفتم چون میترسم واقعا و صحنه حساس فقط باید خوارایشان رو ببینیم شهزاده خانم وارد میشم ببینم مطمئن خوبی؟ Are you okay? خوردم
خب از اونجا که من هیچ چیزی ندیدم، چشمایم بسته بود، کلا چشمای خودم بسته کرده بودم. اینقدر ترسیدم وقتی که بالا رفت، خیلی ترسیدم دیگه. چشمام بسته بود. ببخشید دیگه لفظ متأخر میکنه. میریم آلیب خود شما موتر دوانی. بشینم از خاطر پر شد، همه موترها پر شد دیگه. ادا اینا بشیشتم رمین و مایله. من و زهرا دیگه همینجا موندیم. دوره بعدی دیگه ما میشینیم. ادا ما نگذاشت که بشینیم به اون موترها، از خاطر میگه گوشنه شدیم دیگه. مایله خیلی گوشنه شده، میگه بریم غذا بخوریم دیگه. ناله میریم خودشون نون بخوریم دیگه، ببینیم چی کار میکنیم. عنی موبین. خب میریم به طرف یکی از رستوران ها غذا بخوریم. گوشنه شدیم. مایله ما چیزی به گفتنی داره. خدافظ. زهرا حالم خوب نیست. وای جان بیچاره. به هر چیز گرفتیم میرشانیم، به این چرخ فلکایی چرخ سرش چرخ خورده حالش. خب دوستا برسیدیم به یکی از رستوران ها که غذا افغانی هم داره و پاکستانی هم داره دیگه. خیلی گوشنه هستیم فعلا. رامین هم خیلی گوشنیه. ادا داره آردر میده دیگه. ما منتظریم غذا بیه. گوشنه شدیم دیگه. خب کم دیگه غذا هم برسید دیگه. خیلی گوشنه هم هستیم، ما فقط میخوریم. شما ببینید. نصف غذای ما به راه بود. خب انو نیامده بود. همین یک زنک آماده چور شد بالی و یک دو بشقاب ما چور شد. همه گردش از بس گوشنه بودیم. از تو اونجا میگشتیم. خب دوستا این بود ولاگ امروز ما. اگه خوش شما بیامد چنل ما سابسکرایب کنیم، لایک حتما بکنین و دیگه اگه خوش شما آمد به کامنت ها نظر آخر بگین و دیگه زهرا جان منتظر ولاگ بعدی ما باشین که بله. ما چی خواهد زهرا جان میخوای زهرا جان راست میگه. تو فضولی نکن. دوستا لایک و کامنت کنید، سابسکرایب زنگوله سابسکرایب رو بزنید و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. فعلا خداحافظ. خدافظ. خب دوستای عزیزی بود ولاگ امروز ما. دخترها امروز مبین امرای ما نبود، ما تنها بودیم دیگه. من چون که ولاگ ما چه رقم اومده که اگرچه من از اول وقتی که میبینم مایلا جان شراره جان ویدیو میگیره دنگی موبایلش سلام دوستای عزیز اینجا بعدی خلاص دیگه بعدی نه قدر از دیگه. من نمیفهمم که از ولاگ با شما انجوی میکنید نمیکنید. مگه انجوی کنید دیگه. بله بلاگ برادر اشتباه نبود. اگه خوش ما نماد بازم سابسکرایب. بابا خاطر خدا جیش بکس شما دارم. خدا جیش بکس.